ساقی به نور باده برافروز جام ما. مطرب بگو که کار جهان شد به کام ما. ما در پیاله عکس رخ یار دیده ایم، ای بی خبر ز لذت شرب مدام ما. هرگز نمیرد آن که دلش زنده شد به عشق، ثبت است بر جریده عالم دوام ما. آغاز می‌کنیم با نام پروردگار زیبایی ها، با نام پروردگار شعر و سخن و قلم. آغاز می‌کنیم غزل شماره 10 خواجه بزرگ، خواجه شیراز را. با مطلع دوش از مسجد سوی میخانه آمد پیر ما. چیست یاران طریقت بعد از این تدبیر ما؟ غزل شماره 10 حافظ از غزلیات درجه 1 حافظ نیست، اما باز هم زیبا و حافظانه است. باز از غزلیاتی است که گریزی به بسیاری از نکات ارزشمند در ادبیات کهن فارسی دارد. دوش که در اصل زمان مکاشفات عرفانی است، زمان کشف و شهود عرفانی است، نه دیشب، نه هر دیشب عادی و معمولی. شبی که در آن مکاشفات عرفانی اتفاق می‌افتد. از مسجد که محل عبادت عابدان ظاهری است، به سوی میخانه که عبور از عبادت و عرفان ظاهری و تصوف ظاهری به سوی عرفان باطنی و از خود بی خود شدن پیر مراد و عارف بزرگ ما هست اتفاق افتاد. پیر از مسجد به سوی میخانه حرکت کرد. ای یاران طریقت، ای یاران این مسیر، ای مسیر عرفان، از این به بعد تدبیر ما، شیوه ما و روش ما چه خواهد بود؟ گویی اشاره به داستان شیخ صنعان دارد که در اصل در کتاب تحفة الملوک غزالی آمده است و سپس در کتاب منطق الطیر عطار به اوج و شکوه خود رسید. شیخ صنعان که عاشق دختر ترسا، دختر مسیحی می شود و او را در عالم خواب و رویا می بیند، دفتر و درس و مکتب و مرید را رها می کند و به سوی دختر ترسا می رود. دختر ترسا از او می خواهد که اسلام را، عرفان را و همه آن چیزی را که به شیخ صنعان ماهیت و وجود می بخشد رها کند و به دین او ایمان بیاورد. و بالاخره شیخ صنعان بعد از 40 روز دوباره به اصل و به ماهیت وجودی خود باز می گردد. این بیت به این داستان بسیار زیبا و جذاب عبدالرزاق صنعانی
گویی اشاره می کند که یک داستان بسیار هیجان انگیز در ادبیات عارفانه و عاشقانه ایران است. و گویی این بیت حافظ نشأت گرفته و الهامی از شعر زیبای خواجوی کرمانی دارد و نظری بسیار عمیق به این غزل زیبای خواجو افکنده است. خرقه رهن خانه خمار دارد پیر ما، ای همه رندان مرید پیر ساغرگیر ما. گر شدیم از باده بدنام جهان، تدبیر چیست همچنین رفته است در عهد ازل تقدیر ما. سرو را باشد سماع از ناله دلسوز مرغ، مرغ را باشد صدا از ناله شبگیر ما. داوری پیش که شاید برد اگر بی موجبی، خون درویشان بی طاقت بریزد میر ما. هم مگر لطف تو گردد عذرخواه بندگان، ورنه معلوم است کز حد می رود تقصیر ما. صید آن آهوی روبه باز صیاد توییم، ما شکار افتاده و شیر فلک نخجیر ما. تا دل دیوانه در زنجیر زلفت بسته ایم، ای بسا عاقل که شد دیوانه زنجیر ما. از خدنگ آه عالم سوز ما غافل مشو، کز کمان نرم زخمش سخت باشد تیر ما. کز کمان نرم زخمش سخت باشد تیر ما. رحمت در خانقه خواجو کسی را کاین نفس، با جوانان عشرتی دارد به خلوت پیر ما. گویی حافظ بزرگ نظری به این غزل زیبای خواجو داشته است. ما مریدان روی سوی کعبه چون آریم، چون روی سوی خانه خمار دارد پیر ما. زیبا و دلانگیز تأکیدی بر بیت قبل از خود می کند. ما مریدان، ما کسانی که پیرو و رهرو مرادیم، چگونه به سوی قبله و در بقیه نسخ شعر فارسی رو به سوی کعبه چگونه رو کنیم، چگونه روی آوریم، وقتی که پیر ما، مراد ما به سوی خانه خمار، به سوی میکده، به سوی خانه می فروش حرکت می کند. در ادبیات عارفانه و در ادبیات قلندرانه ما مرید باید به مصداق کالمیت بالید الغسال باشد، یعنی هر آنچه را که مراد میگوید بدون چون و چرا اجرا کند، که گویی این نیز در تعالیم عارفانه حقیقی دچار اشکال است و این مطلق در اختیار و در فرمان کسی بودن قطعاً اشکالات خاص خود را ایجاد خواهد کرد و مرید
میگوید ما چگونه از این به بعد رو به سوی قبله یا در اصل رو به سوی کعبه که مضمون جامع تری دارد بیاوریم، وقتی که پیر ما به سوی میخانه رو کرده است و ما نیز به تبعیت از او باید به سوی میخانه رو کنیم. در خرابات طریقت ما به هم منزل شویم، در خرابات طریقت ما به هم منزل شویم، کین چنین رفته است در عهد ازل تقدیر ما. در خرابات طریقت، در مسیر عشق، در مسیر عرفان ما با یکدیگر همراه خواهیم شد. ما با پیر خود در خرابات مغان همراه می شویم، زیرا از عهد ازل، از زمان آغاز بشریت، از زمان آغاز جهان و خلقت انسان که خداوند با انسان پیمان الست بربکم قالوا بلی را می‌بندد، از عهد ازل، از زمان بی آغاز در تقدیر ما و در سرنوشت ما این گونه رقم خورده است که ما نیز در خرابات مغان و در میخانه و جایی که همه تعلقات، همه تعینات دور ریخته می شوند، ما به هم منزل و همراه و هم مسیر گردیم. و تا اینجای غزل شماره 10 حافظ بزرگ و تا درودی دیگر با همه یاران همدل و همراه خود، بدرودی عاشقانه و صمیمانه.